پایین‌تر با این آپشن رو میخرم و دیگه آپشن سفارشی نیست که خودت هر جوری خواستی سفارش بدی. خلاصه بچه دوتا هم به اون معرفی کرده، میگه پریمیوم لاکچری من داشتم بهتون میدادم با اسپورت پریمیوم 136,000 و 113,000 دلار، ولی شما رفتید 144,000 دلار استفاده. برای اون اصلا اهمیتی نداره، رفته این 11 مایل حرکت کرده، این 97 مایل حرکت، ما صفر، ماشینمون صفره. و سری وی هم که متوجه شدیم دیگه نیازی نیست که بریم دوباره توش بگردیم، AWD میشه سری وی کادیلک. خب آقایون خانما همراه های دوست داشتنی، یه سایتی هست به نام mobil.d. این سایت مثل دیواره، خب توی آلمان یه مقایسه برآوردی میکنه. البته اونجا که میدونید قیمت آمریکا مثلا با آلمانش دنیا تفاوتش نیست، چون نمایندگی داره اونجا، همون قیمت رو دارم بهتون میدم. خب برای همین یه سایت خیلی جامع و خوبی هم بود. خب برای همین من انتخابش کردم با هم دیگه بررسیش بکنیم. بچه اول که میاین توی سایت، خب سایت الان میبینید انگلیسی اینا رو نوشته، اما معمولا انگلیسی نیست. شما میاین اینجا لنگویجش رو انتخاب میکنید و هر زبانی که دوست داشتید و راحت تر بود اینو میذارید. قسمت مدل ماشینش که ما کادیلاک رو انتخاب کردیم، اسکالیدو انتخابش کردیم، نداشت چیز دیگه که من اینقدر ریز بشم. 225ش بود، کارکردش صفره، نداری که بزنید پرایس آپ تو 9. قیمت ها نمیخوام برام بزنید، زیپ هم نمیخوام، شما فقط 119 مدلی که داری به من نشون. میگه اسپورت پلاتینیوم اونیکس پکیج شما هم بهت میدم. حالا البته ما بریم ببینیم اصلا ماشین خودمون چی بود. ماشین خودمون اسکالید اسپورت پلاتینیوم بود، 4WD اونیکس پکیج هم نبود. بود؟ نه برگرد اینجا رو بزن. اسپورت پنل موتورش نه انتخاب نکردیم، ما 6.2 لیتری انتخاب کردیم یا اصلا نداشت همچین چیزی. موتورشینه 25 نداشت. خب بذار بریم بقیه‌اش رو ببینیم. فراند فکر